اگه یه بسته پودر ژله تو کابینتت داری که ازش استفاده نکردی، پاشو همین الان این مارشمالوهای خوشگل رو درست کن. بچه‌ها هم از دیدنش کلی ذوق میکنن. خیلی آسون درست میشه. فقط کافیه که ژله مورد علاقت رو با نصف لیوان آب جوش ترکیب کنی، خوب هم بزنی تا ژله با آب جوش خوب حل بشه. اگه دوست داشتی رنگ خوراکی هم میتونی بهش اضافه کنی. بعد این ترکیب تو با دور تند همزن 4-5 دقیقه هم میزنی تا به این حالت پفکی و حجیم برسه. بعد داخل یه ظرف نشاسته ذرت میریزی، با ته یه قاشقی کفگیری چیزی یه گودی ایجاد میکنی، این مواد پفکی تو داخلش پایپ میکنی، روشو دوباره نشاسته ذرت علک میکنی، 1 ساعت میذاری یخچال. برای همه طعم‌های ژله همین کارو تکرار میکنی. روی نشاسته ذرت رو من با ته این مهره شیرینی برنجی گود کردم که مارشمالوام اونقدر خوشگل شد. خلاصه که همه مارشمالوامو پایپ کردم، روشم دوباره نشاسته ذرت علک کردم، 1 ساعت گذاشتم یخچال. بعد از 1 ساعت که توی یخچال خودشون میگیره، اینطوری همه رو میریزم داخل علک، خوب علکشون میکنم و مارشمالوهای خوشگلم آماده است. نشاسته ذرتاتونم دوباره میتونید ازشون استفاده بکنین. انقدر نرمالو و قشنگ میشن، کیف میکنی. من شایلیم. اگرم از اکسپلور داری این ویدیو رو میبینی، حتما پیجمون رو فالو کن که کلی آموزش‌های جذاب تو راهه. این پستم حتما سیوش کن که گمش نکنی. ببین چقدر بانمک شد.